سلام، خلخله خوش اومدی. توی این ویدیو لحظات فان و جذاب بازی FC24 رو درفتایی که هفته اخیر توی استریم چنل تویچ بازی کردیم رو براتون آماده کردیم. دیگه به صورت هفتگی یک ویدیو از FC24 توی این چنل آپلود میشه. امیدوارم لذت کافی رو ببرید. حمایت اصلا فراموش نشه. لایک و سابسکرایب کنید مردی رو، کامنت بذارید، حمایت کنید. با انرژی براتون بتونم ویدیوهای بیشتری بذارم. اگر دوست داشتید هم میتونید به چنل تویچ من که آدرسش رو دارید میبینید سر بزنید. ما تقریبا هر شب لایو میشیم اونجا با کانتنت های فان مختلف در خدمتتون هستیم. پس میبینمتون. همین ابتدای کار یه کاری کنم که پشماتون بریزه، بگید این مردی عجب دیوونه ایه. یه تکل احساسی، یه تکل احساسی دیگه. چقدر این فیفا مسخره است. مثلا با بلینگهام هم میشه اینا زد. واسه همینه من اصلا بازی نمی کنم دیگه. اف بازی نمی کنم واسه همینه. میده میره نمیره. یه ذره گزارشگری تمرین کنیم. یه پاس دیدنی، سلطان چیپای نامنظم الکی. من حس میکنم این درفت یه چیزی از توش در نخواهد آمد به نظر من. حالا نمیدونم نظر من به نظر شما چقدر نزدیک است، ولی کثافت هست. این خجالت آور است. این یه دونه بازی رو ما میخوام بدون تمرین بریم جلو 2 نفر ببینیم چه جوریه. اگه آخ پیترچک دروازه‌بان است. اگه 3-4 تا خوردیم توی کسی ثانیه، اون وقت تازه میریم توی تاکتیک که میگیم چی؟ تاکتیک درست نبود که ما کارمون اینجوری شد. داداش بذار بازی شروع یک سانت حاجی این اومده واسه قهرمانی همین بازی اول. خب ببینید الان که اینجوری میشه ما احساس خطر میکنیم. سری میایم اینجا سیستم رو دستکاری میکنیم که مثلا ما بگیم که ما چون که اینا رو دستکاری نکرده بودیم و اینا، خب یارو مثلا داشت میزد ما رو پاره میکرد. ولی حالا ایشالله که خیره. دقیقه 8 تا خوردم. خب این بهترین کانتنت واسه یوتیوب. این بهترین کانتنت. کاش حداقل ما میگفتیم این یه دونه چالشه. مثلا تا حالا تو زندگی تو 8 دقیقه 3 تا نخورده بودم. اصلا حرارت بدن من یه جوری زیادی شده. نه مهدی بسم الله نو بسم الله نو و تمام. بله خدای خودمون رو شکر میکنیم که اینجوری شد که به هر حال پیش میاد دیگه. این داستان ها بعضی موقع خب FC به نفع ما هم یه کارایی میکنه. مهدی به این پاسکاری و توی این هست. در اینجا رو ببینید یه سر تو وزار تا مسی 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 مرسی که هستی مسی. این بازی اون بازی نیست. توی دروازه
توی دروازه. بله بازی یه ذره دچار مشکل شده. این بازی اون بازی نیست. گل بیخود رو ما خوردیم. همش تقصیر یه سری از این تماشاگرها هستش که اومدن که ما نبریم. یه برگردون و توی دروازه. لئو مسینیو. لئو مسینیو. مهدی طارمی بود البته. مهدی طارمینیو. مهدی طارمی بود گفتم لئو مسی. چرا برادر؟ بانوچی اینجا غیرت چه خطایی. یا ابوالفضل چه پاسی داد. طارمی میگه میشه من بزنم، ولی مسی میگه من بعید بدونم که تو بتونی بزنی. یه راست پا میخوایم با پاورشات 95. میخوایم یه صحنه عجیبو براتون رقم بزنی. اگه بشه بیر ایکی اوچ توی دروازه. یه گل دیدنی. سلطان فریکیک های خاورمیانه هنوز زنده است بدون تمرین با اختلاف. مسی 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 میده طارمی که طارمی هتریک کنه. اینا با هم دیگه هماهنگن. هتریک طارمی. اینجا ما دیگه گولو نمیخوریم. میخوایم بدیم خانم الکسیا یه شوت بیرون پا بزنه برام. یا مسی. وای خطرناک هست. پله زد اونجایی که باید بزنه. اوه 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 اوه. مهدی اونجا میبینه. خود مهدی. مهدی توی دروازه. مهدی جونم مهدی خرابش کن با پای. هرچی اومد رفت تو. یه دونش هم نگفته تا اینجای کار. چی شده؟ گل بعدی اینجا رو ببینید. اینجا رو ببینید چی داره میشه. این دیگه چه گلی بود. تو پریمیر جابجا میکنه اسما رو دنباری. بابانی making considerable progress with the ball. Is it going to be? And not cleared away from the بکن تو هر جوری شده. زور چپون مور چپون کور چپون. You just sense a goal is coming soon. پاس خوب. دریبل خوب. ضربه عالی. و توی دروازه. No nonsense clearance. And he's broken free. And the keeper's in trouble. یه گل دیواری زیبا. بهش میگن گل دیواری. اسین. پاس زیبای اسین. دوباره خود اسین و توی دروازه. خدا نگهدار آقای بدبدن. خدا نگهدار. و همونطور که میبینید
وای بازیکن مورد علاقه چی کار کردی داداش؟ اضافه کاری اون کارهایی که نباید بکنه رو میکنه. حالا دیدنی نبود ولی خب بالاخره گل شد. ولی یه گل سوسکی به این میگم. مسی یه گل سوسکی میزنه. اگه اجازه بدم ما ببینیم زیبا میشه. نها کنید. اوف با پای راست حرکت استریتی میزنه. فوتبال استریتی. 2 تا بازی دیگه داریم تا فینال. یا ابوالفضل حاجی تیم یارو رو فقط یه آربیش بده. بد نیست تازه. Vinicius Junior. Well, she's playing with a purpose. Can he do it? Oh, another one for them. And with Oberdorf. And it might be. Yes! Can you believe this? Back from the brink and wild celebrations on the touchline. پاسکاری سکسی. پاسکاری سکسی. اون دقایق با پاقی مانده. دقایق کم خیلی سخته ها. اوج هیجان. اینو میگیرم. چیپ مامان میزنه که ای بابا وسط چرا میزنه همه رو؟ مسی باید بزنه اونجایی که تارنکبود داره. رفتم سمتش. با این گلر سخته گرفتم. بگیر واو. Well, that's a top-class save. No wonder he's celebrating. That's a brilliant moment for him. ایف وای ایف. هیچ وقت حالا من سمت موافق نمیزنم. یعنی با پای راست این ور نمیزنم اون ور میزنم. شت نشد که بشه.